توی این دنیا جاهایی هست که بدون میله و حصاره و درونش یه چیزایی هست که اونا نمیتونن ازت بگیرن، نمیتونن دست بزنن. مال توه. راجب چی حرف میزنی؟ امید. بذار یه چیزی بهت بگم. امید چیز خطرناکیه. امید میتونه یه مرد رو دیوانه کنه. بهتره به این حقیقت عادت کنه. فکر میکنم باید یه انتخاب ساده بکنم. سریع زندگی کنم یا سریع بمیرم. نباید اینطوری بخوای تا کنی اندی. اینا فقط یه خواب و خیاله. واقعیتش اینه. یادت باشه رد، امید چیز خوبیه، شاید بهترین چیزه و چیزهای خوب هیچ وقت از بین نمیرن. امیدوارم این نامه وقتی به دستت برسه که خوب و سلامت باشی.